سیتی وال میدیا را دنبال نمایید. سلام و وقت بخیر خدمت تمام شما عزیزان بیننده. امیدوارم صحت و سلامت باشین و روز را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. امروز آمدیم به یکی از پارک های تفریحی و میخوایم امروز هموطنان ما گیم بازی کنیم، ببینیم که اینا برنده میشن یا خیر و تا اخیر برنامه را بیننده باشین. اینجا بچگک هم کی دستبند میکنی بیا و نظر نمیشم. چرا اشاره میکنین؟ اشاره نکنین طرف من اجازه فامیلی ندارم. امروز ما گپ بزنیم. کالای نوام جور نکردین؟ چطور از کاروبارتان؟ نامت چی بود؟ نمیفهم. خب دیگه بی‌جرأت نباشین. من گپ میزنم شما یک کلمه نمیگین. اینجا شما را اینال فامیل میبینه پیشتر شماره مرا میخواستن. صدای مرا میشنوین؟ کدام گپ دلت است که تا به هیچ کس نگفته باشی اینجا کمره ما در خدمت است میتونی بگویی؟ یک گپ بود که رئیس جمهور ما پس بیاد. سلام، خوب هستین؟ علیکم سلام، شکر. شما خوب هستین؟ زنده باشین. نامتان؟ حسیب الله. حسیب الله. امروز یک گیم بازی میکنیم، خدا کنه برنده شوین ان شاء الله. درست است؟ گیم ما قسم از هر چی من گفتم خودت جواب ندید. جواب ندم؟ بله. درست است؟ درست. ایت کجا رفتین؟ نامزاد هستین؟ چرا گپ نمیزنین؟ جواب نمیدم. جواب نمیدم. میگه جواب نمیدم. من براتون گفتم که جواب ندین. صحیح است. مایوس نباشین، جگر خود نباشین. خیر است دیگه. چرا جالب بود. من براتون میگم که شما جواب ندین، میگن که من جواب نمیدم. شما گفتین جواب ندید، مجبور دیگه جواب ندم. زیاد شما میخواستین گپ بزنین، نه قسم میکنیم دیگه. کجا رفته بودین؟ اول روز دکان بودم و دو روز دیگه در خانه میموندم. نامزاد هستین؟ نه خیر. عروسی کردین؟ نه خیر. مجرد هستین؟ بله. خب بسیار خوب. من گفتم خیلی نامزاد هستین رفته بودین خانه نامزاد. نه مورا چی با نامزاد؟ چرا؟ هنوز وقت است. هنوز خورد هستین؟ بله. چند سال است؟ 20. 20 ساله هستن. نیست وقت چی میکنه بچه‌ها این 18 ساله میشن عروسی میکنن. خب مشکلات اقتصادی فعلا در افغانستان زیاد است، باید مشکلات اقتصادی خود رفع کنیم، باز بعد از اون نامزد. خب کدام گپ دلت است که تا به هیچ کس نگفته باشی اینجا کمره ما در خدمت است میتونی بگویی؟ والا گپ خاص نبود ولی گپی بود که باید به مردم ما گفته شود. یک گپ بود که رئیس جمهور ما پس بیاد. کتابا به کس نگفتیم. پشتش دق شدین؟ خیلی. رئیس جمهور ما دق شدن. بسیار خوب. ان شاء الله اگه ببینن دیگه شما را میگم ما بخیر پس میایم. ان شاء الله. اگر پس زنده باشین. تشکر. خوش باشین. سلامت باشین. زنده باشین. روز خوش. خدا سلامت باشین. از اینجا پیش یک کاکا استاد هستیم و میخوایم کامرایشان میگیم و بازی کنیم ببینیم که برنده میشن یا خیر. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستی جان جور بخیر. سلامت باشین. نامتان؟ عزیزالله هستم. کاکا عزیزالله دیگه. امروز یک گیم بازی میکنیم، خدا کنه برنده شوین و گیم ما جایزه هم داره. صحیح. گیم ما قسم از هر چی من گفتم شما برای من هیچ چیز نمیگین، درست است؟ صحیح. شروع کنیم. از میان شروع کردن میگن که ایده جای نرفتین. کالای نوام جور نکردین؟ چطور از کاروبارتان؟ گپ نمیزنین که من؟ صدای مرا میشنوین؟ امروز میگه خوب زیاد کار کردین. هیچ گپ نمیزنن. چرا گپ نمیزنین که کاکا قار هستی؟ قار هم نیستین. چرا گپ نمیزنین؟ من تو سر به خود گپ زده روان هستم. یک جواب خوبتین؟ نمیتین جواب؟ کاکای خود برنده شدن. یه جواب هم ندادن برای من. آل خود گپ بزنین دیگه. گپ بزنین. خوب هستی؟ سلامت باشین. شما برنده شدین. نال گپ بزنین که تیم دیگه. شکر فضل خدا. شکر الحمدلله. نه خدای تو لایق هستین. هر چی میگه به جواب نمیدین. دیگه گیم بازی کردی. سلامت باشین. زنده باشین. شما برنده شدین. برنده یک کردت موبایل ما براتون یک کردت موبایل هم میتونم کدام سیم کارت استفاده میکنین؟ امتحان. اینم براتون یک امتحان هم میتونم. صحیح. زنده باشین. سلامت باشین. خیر ببینید.
از یکی از برادرای ما همین دیدیم که نشسته بودن آمدن به تفریح در پارک، خواستیم همراهشان گیم بازی کنیم ببینیم برنده میشن یا خیر. سلام، خوب هستین؟ شکر الحمدلله، شما خوب هستین؟ خیر. سلامت باشین، زنده باشین. عید گذشته تان تبریک. بر شما هم تبریک باشه. آمده بودین دیگه در پارک برای تفریح کردن؟ بله بر تفریح کردن. بسیار خوب. ما دیگه همراهتون یک گیم بازی میکنیم ببینیم که برنده میشین یا خیر. توکل به خدا، کوشش خدا میکنیم. گیم ما قسم است ما چیزی را که بر شما میگم شما جواب ندین، درست است؟ جواب ندم. درست است. خب چطور گذشتی؟ جای رفتین میمونی یا نه؟ عروسی کردین؟ نه دیگه، با اشاره بر من جواب ندین. سیس؟ درست است یا نه؟ میگن نامتان کاکا جان آقاست؟ نامزاد هستین؟ ایدی بردین یا نه؟ چرا خار هستین؟ هیچ که من گپ نمیزنین. امرای ما بخیر خار هستن، هیچ گپ نمیزنن. یک کلمه هم نمیگن. فکر میکنن میگه باش چی بگویم، تو شما فکر کنین چی میگن بر من. جرأت ندارین؟ خب دیگه بی جرأت نباشین، من گپ میزنم شما یک کلمه نمیگین. اینجا تنها آمدین یا که کلام کس آمدین؟ من خود دیدم اینجا تنها نشیشته بودین. هیچ گپ نمیزنن که تیمه. برادر ما برنده شدن، هیچ گپ نمیزنن دیگه. اگه من تا دیگر هم اینجا گپ میزدم اینا جواب نمیدادن. حال گپ بزنم برنده شدم. بسیار تشکر، سلامت باشین. شما برنده شدین. وقتی که شما باین گپ نزنن دیگه من نمیذارم گپ. من هر چی گفتم اینا گپ نزدن. این گفتم که اینجا شما تنها نامده بودین، امورم جواب ندادن. خیر خوب، شما پیش گفتین گپ نزنین. نام خدا دیگه لایق بودین. در برنده شدن دیگه مجبور آدم کوشش خدا کنه. زنده باشین، تشکر. نامتون برام بگوین. نام نظیر است. نظیر جان، روز خوب و خوش داشته باشین. برندام شدین و براتون جایزه هم بتون دیگه که باز نگوین اینه به من جایزه ندادین. کدام سیم کارت استفاده میکنین؟ امتحان. بدون امتحان دیگه یک سیم کارت سالات استفاده میکنم. من براتون کردیت اتصالات میتم. اینا درست قبول است. سلامت باشین، بفرمایید. بخیر بسیار تشکر، زنده باشین. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند بخیر هستین؟ سلامت باشین. نامتون؟ میلاد جان، امروز یک گیم بازی میکنیم، خدا کنه که برنده شوی. مشکل نیست. درست است. گیم ما قسم از هر چی که من گفتم خود جواب مناتی برنده میشی. درست است. نامت چی بود؟ نمیفهم. اینا نمیفهمن که نامتون چی بود؟ فراموش کرده. نمیفهمن. من گفتم براتون هر چیز من گفتم شما جواب ندین دیگه. خب الان شاید دیگه برنده نشدین متاسفانه. سلامت باشین، بسیار تشکر. درست. زنده باشین. جگر خون نشین دیگه. گپ نمیزن. امکان جگر خون شدن شما است. بخاطر که خودتان جواب ده. من گفتم که من چیزی که گفتم شما جواب ندین. این حال کتی من گپ نمیزنن. زنده باشین، تشکر. سلام، وقتتان بخیر، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. عید براتون پیش از پیش تبریک میگیم. پیش از پیش یا عید گذشته؟ عید گذشته را براتون تبریک میگیم. سلامت باشین. تشکر. عید گذشته شما هم تبریک باشه. اینا ما هم زیر تاثیر رفتم، شما هم. طبعا دیگه. بسیار تشکر. خب امروز یک گیم بازی میکنیم. اول باش نامتان را پرسان کنم. نامتان؟ درست از مشکل نیست. روح الله محمدی. روح الله جان، امروز یک گیم بازی میکنم، خدا کنه که برنده شوین. خدا مهربان است. درست است. گیم ما قسم از هر چی که من میگم شما جواب ندین. درست است. نامتان چی گفتین؟ نامزاد هستین یا عروسی کردین؟ در پارک همراه کی آمدین اینجا به میله؟ خبر شدیم میگن که میرین به خیر طرف خارج. اینجا همراه من نمیفهم. اینجا آمدم همراه یک نفر شیشته بودین. کی هسته او؟ همراه کی آمدین؟ چرا گپ نمیزنین؟ زیر تاثیر من رفتین یا زیر تاثیر کامرا؟ راست بگوین. زیر تاثیر کی؟ او کیه؟ زیر تاثیر کامرامین ما رفتین؟ چرا اشاره میکنین؟ اشاره نکنین طرف من اجازه فامیلی ندارم. امروی من گپ بزنین. گپ نمیزنین؟
این چطور گذشت؟ گفت نمیزنین. هم یک سوال ما جواب بتین در دلم بخی ارمان مان. حالی اگر هر چی بگم یک سوال ما جواب بتین. شماری تا نمیتین برام. شماری مرا میگیرین؟ شماری مرا نمیگیرین؟ شماری خودتان رو برام نمیتین. بیشتر خب میگفتین که شماری تا بتی. اینجا شما را اینال فامیل نمیبینه پیشتر شماره مرا میخواستن. نمیگیرین شماره من. مثلا بس پشیمان نشینین اما که رفتم. زنده باشین. بسیار تشکر برادر ما برنده شدن. یعنی دیگه گفت 5 سر شماره هم رسید گفتیم ما شماره نمیگیریم. گفت بزنید خلاص شد شما برنده شدین. تشکر سلامت باشین. تو یک قسم ما در گیم گرفتین که اصلا فهمیدید نگفتین که حتی اشاره بکو نکو آرگادین در اشاره گیم نبازیم. خب تشکر بازم از شما. باشین. بسیار تشکر. سلامت باشین. نامزد لایق بودین دیگه. یا خواهش میکنم خدا کنه که مقصد گیم بود که بازخانه لط نخوریم. انشالله نمیخوریم. کلی گپا رو گفتم بختر که گفتم باش گپ بزنن دیگه هیچ گپ نیست. تشکر سلامت باشین. ما راحت باشین. انشالله تشویش نکنین. نه انشالله تشویش نیست. زنده باشین. آها شماره مرام نخواسته بودن برادر ما دیگه. من گفتم باش که بگویم شماره ما بگید. این تو گپا هست میم یعنی سر گپ میاین حتما میگن هیچ چیز نگفتن که باش برنده شون. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین سلامت باشین. ما هم خوشحال شدیم که انشالله با شما یک گیم خوبی داشتیم. زنده باشین. کدام سیم کارت استفاده میکنین؟ روشن اینه ده پیش ما است. خیر از مشکل نیست. زنده باشین. بفرمایید. شما زحمت کشیدین گپ نزدین. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. سلام وقتتون بخیر. علیکم السلام. وقت شما بخیر. خوب هستین؟ سلامت باشین. زنده باشین. عید گذشته تان تبریک. از چنین از شما مبارک باشه. امروزتان یک اول باش که نامتان رو پرسان کنم. من زود میرم سر گیم. نامتان؟ اسم فریاد دلاره. فریاد. نامتان فریاد؟ تو فریاد دیگه. تو اینال برای من میگی من تو فریاد زده دیگه برنده شاید. بگیریان؟ به فریاد. خب گیم ما قسم است که هرچی من گفتم شما برای من چیز نگوین. درست است؟ هرچی شما گفتید من چیز نگوین. اگه شما دو زدین درستی. نه دیگه من دو نمیزنم. چیز نگوین. من هرچی گفتم شما چیز نگوین. صحیح. درست است؟ نامتان چی گفتین؟ نامتان؟ نه خدا گل باید نزنم. نه دیگه گل باید نزنم. نه تو باید گل نزنم دیگه. من براتون گفتم هر چی که من گفتم شما جواب ندین دیگه. نه من باید گپ نزنم. خب صحیح دیگه. خب جواب ندین دیگه. باید سکوت باشین. شما این میام گپ زدم میرین. متاسفانه نه دیگه برادر ما برنده نشدن. گپ زدن. چی گپ در دل دارین که چوب بوده نمیتونین. لا در دل همیست که باید گپ در دل نگاه نکنی بزنی. هم گپ است که هیچ تال نگفتین کمری ما در خدمتتون است بگویید. هیچ گپی تو تالی نیست که نگفته باشم. من میفهمم کل گپا رو شما میگین. سلامت باشید که میفهمید. بسیار تشکر. متاسفانه برندام دیگه نشدین. نامزد هستین یا مجرد؟ من نامزد. متأهل. نامزد هستم. نامزد هستین. انشالله خوشبخت باشین. سلامت باشین. شما زنده باشین. بسیار تشکر. سلامت باشین. خدا نگهدار. تشکری میکنم از شما بیننده ها همچنان از اینکه بیننده برنامه ما بودین و دیدین که یک تعداد از برادرای ما هموطنای ما برنده شدن و یک تعدادشان هم نشدن. سیتی وال میدیا را لایک و سابسکرایب کنین. همچنان شما ما را میتونین در فیسبوک همچنان بیننده باشین. تا برنامه‌های بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت و لحظاتتان خوش. خدا نگهدار. سیتی وال میدیا را دنبال نمایید.